درود رفقای عزیز، حالتون خوبه؟ چه خبر؟ خوش و خرمید. آقا همونطور که میدونید بچه همونطور که میدونید داریم نزدیک عید نوروز میشیم. گفتم چه خوب که الان که بازار شلوغ و این حرفا بیام از بازار شهر خودم، شهر ملایر، یه ویدیوی ولاگ چیزی تهیه کنم که هم شلوغی اینجا بیشتر بچسبه، هم اینجا رو به شما معرفی بکنم. بریم داخل بازار ببینیم چه خبره. همونطور که گفتم اینجا وارد چیز شدیم، بازار شدیم و این حرفا دیگه. داریم میریم ببینیم که چه خبره تو بازار. همونطور که میبینید همه چی اینجا به هم ریخته است. بیشتر جاهای بازار شهر من بازار مخصوصی نداره که مثلا مال، البته یه دیداره مخصوص بلورجات و این چیز است، ولی به جز اون مثلا حالا اینجا میشه یه جوری جدا حساب کرد. بیشتر مثلا کفش و ایناست. بازار اسمشو نمیخوام بگم چون ویدیوم نمیدونم بگم نگم. بازار قدس بهش میگن اینجا. بازارچه قدس، کفش و این چیزا توش داره. بعد در مورد بلورم هست، ولی بقیه جاهاشو میدونید به هم ریخته است. هر چیزی توش پیدا میشه تو هر جایی. مثلا یارو میبینی چیز وسط یه عالمه لباس فروشی وارد طلا فروشی زده. چی؟ یه کمی نامرتبه، دیش شلختگی به وجود میاره. از این ورودی دوباره میخوایم وارد بازار بشیم، ببینیم از اینجا چه میبینیم. البته چه میبینیم که خودم دیدم، میخوام به شما نشون بدم. لباس و فلان ببینید. آها اینجا رو ببینید آقا، اصل داستان بازار چیز دیگه، سنتیه دیگه. سقفو ببینید، سوراخ بعد بارندگی که پیش میاد اینجا پر آب میشه. اومدیم این قسمت، اینجا بیشترم ببینید تخصصی که شما تخصصی چیه؟ همش کار لباسه و خیاطی و دو تا داروخونه گیاهی هم داره اینجا که زیر زمین داخل که از این پاساژایی که هست اینجا. و اینجا از اون طرف که بریم میرسیم به بازار روز که اونجا مثل همینجاست، قاطی پاتی همه چی توش پیدا میشه. نه میوه و نمیدونم، میوه الان اینجا نیست، میوه و چه میدونم تعمیر لوازم خانگی و لباس فروشی و ماهی زوم کنم باشی ویدیو بگیرم از این فروشگاه که ازش لباسا خریدم. همین لباسا که تنه من اینا درشت‌ترن، اینا خوشگل‌ترن. من خب این چیه؟ که انتخاب زومش آره من خب ماهی همینجا خیلی بیشتر از همینه. همینجا پوشاک فلان خوشگل‌ترن، تو آویزون میشه فلان. من خوشم نمیاد زیاد از ماهیایی که صدوم هستن. این همه جارو آره همینجاست، پوشاک خانواده همینجا. این چهارشنبه سوریه ببین آپشن از اینجا خریدم با این شب. آقا من چیزم بگم بریم تو ببینیم چه خبره. از من اینجا دارم زندگی میکنم. خب توی تهران رفتم، تو متروی تهران اون موقع همه چی تغییر کرده. برخورد با یه نفری اینم میدون اصلی شهرمون. اینجا ببینید گشتی بزنیم ببینیم چه خبره. یه جایی اینجا داره که من واقعا خیلی دوستش دارم.
ولی یه بدی هم داره بهتون میگم، بدیاش هم بهتون. 3 تا پاساژ کنار هم اینجا هست. اگه اینا برن کنار من اینجا بهتون نشون بدم اسمش چیه. اسمش حافظه. کارشون تکنولوژی و موبایل و این چیزاست. من از شلختگی بازم میدونم پاساژی که بیشترش تکنولوژیه، وسایل زینتی و طلا فروشی هم هست. بیشلختگی چی آخه؟ اینجا ببینید، اینجا تا قبل از یعنی تا فکرم 3-4 ماه پیش آسانسورش خاموش بود. بعد از وقتی که روشن شده من هر بار میام اینجا، یه دور میرم بالا میام پایین. عاشق آسانسور. خب از طبقه 4 میریم زیر زمین. سپاسگزارم. بریم بیرون از اینجا. همونطور که گفتم اینجا بیشتر، یعنی بیشتر که نه 95% مربوط به تکنولوژی و موبایل این پاساژ و همین موبایل و البته موبایل خاص اینجا نمیارن ها. تو شهرستان دیگه مردمش که خیلی درآمد آنچنان دارن بخواد اصلا S24 یا آیفون 15 پرو مکس بخرن. اگه کسی بخواد البته هست یه مغازه هست که فقط کارش آیفونه، ولی اگه بخوای باید سفارش بدی، بهش بگی مثلا سفارش میدم مثلا بیاد. همونطوری راحت پیدا نمیشه. مثلا S24 و آیفون 15 و ناتینگ و اینا پیدا نمیشه راحت. اینم یکی دیگه از ورودیش فیلم نگرفتم. نکته که میخواستم بگم اینه که اینجا مثل چارسو بازار موبایل علایدی حالا ندیدم لایو داشته باشیم، میز لایو داشته باشیم مثل چارسو. بعدیش اینه که هر گوشی که میخوای بخری دیگه باید بخریش دیگه. کارتونشو مثلا گوشی که باز باشه روی میز باشه و بخوای باش کار بکنی ببینی که خوشت میاد یا نه، نیست. از اینجوری پیدا نمیشه. باید اگه میخوای یه گوشی رو تست بکنی حتما یا باید بری تو بازارهای بزرگ که میز لایو داشته باشن، بتونی از چیز کنی، امتحان کنی. گوشی من اینجا خریدم آجی، نگاه کن صاحب مغازه رو ببینید. آره از اینجا خریدم این گوشی رو و همین. اینجا هم داره به طبقه بالاش هم بریم ببینیم. نه جذابه نداره. اومدیم بیرون از اینجا هم کمی اینجا رو ببینیم. به به، اینم خیابون خیامه که اومدیم داخلش. این پاساژ داخلش هم. آره به به، موزو ببین. موزو دیدی؟ ماهی بازم ماهی. زوم کنم واسهتون. خیابون خیام که این باشه، ما اومدیم رد شدیم ازش و رسیدیم به اینجا پارک چمران. به داخل پارک هم یک کمی قدم بزنیم، منظره اونجا رو بهتون نشون بدم. توی چالش 24 ساعته که گرفتم اومدم توی این پاساژ. اینجا پله برقی داره اینا. من خب عاشق پله برقی و مترو و آسانسور و این چیزا ایناش. اومدم گفتم تو ویدیو هم گفتم 20 بار از اینجا بالا پایین کردم. اومدم بالا پایین بالا، آخرش نگهبان اومد به من گیر داد. آره الان بازم اومدم یه بار دیگه از اینجا بالا پایین کنیم ببینیم که چه میکنیم. بعد اینم بگم باسی جلوتر برم برعکس میشه. اینجوری اصلا از اینجا میاد پایین، من میام بالا. امروزی که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم دیشبش یه پادکست خودمونی شب نشینی تور ساختم. گفتم آقا توی گروه ساوند بیاین. آقا بازم اینجا میگم
چنل منو آیدی چنل منو علی MK استار توی یوتیوب توی تلگرام سرچ کنید، بیاید اونجا. حالا اون که هستی چی داخل کانال خودم هم بیاید، داخل اونجا گروه ساوندم بیاید. اونجا باز یه محفلی هست، با هم میشینیم گفتگو میکنیم، همگی رو پیدا میکنیم. سابسکرایبرام توی تلگرام پیدا میکنم، باشون صحبت میکنم. اصلا بیاید تو کانال خودم وایس کال میزنم، بیاید، فقط بیاید. میرسیم به یه جای خیلی خوب. اینجا رو ببینید، این کلوچه آقا نبید، آقا نبید. این کلوچه اسمش کلوچه فومنیه که از اینجا گرفتم. تو ویدیوی چالش 24 ساعت بیرون از خونم گفت خریدم و خوردم. بعدش هم این داخلش یه حالت مغز داره، خیلی چیز خوشمزه‌ایه. حالا من فومنی اصل که نخوردم، ولی اینم که تجربهش میکنم واقعا خیلی چیز خوشمزه، خیلی خوشمزه است. خب کلوچه‌ام با موفقیت زد. این اتوبوس پشتم که میبینید رفیق رانندش آقا شاملو. و اینکه مرسی تا آخر ویدیو همراهمون بودید، دمتون گرم. حمایت و اینا رو یادتون نره، کامنت و لایک و این چیزا حتما لحاظ بکنید توی روند دیدن این ویدیو. و همین، مرسی.